پادشاهی شبی خواب دید از بدن دخترش سیلی از آب فوران کرد که کل آسیا رو گرفت. معبران گفتند این خواب یه معنی بیشتر نداره، اونم اینه که دخترت فرزندی رو به دنیا میاره که تاج و تختت رو میگیره. پادشاه برای فرار از تقدیر دخترش رو به عقد مردی ساده درآورد. مدتی بعد فرزند اونها به دنیا اومد، اما این بار شاه باز خواب دید شاخه ای از بدن دخترش رویید که همه آسیا رو سبز کرد. پس نگران شد و به مأمورش دستور داد نوزاد رو نابود کنه، اما اون مأمور دلش نیومد بچه رو بکشه. پس نوزاد رو به روستایی دور افتاده برد و به چوپانی سپرد. چوپان نوزاد را به خانه برد و از همسرش که تازه فرزندش رو از دست داده بود خواهش کرد تا نوزاد رو نگه دارند. این کودک کسی نبود جز کوروش بزرگ. 4 شهریور ماه زادروز فرستاده خداوند. کوروش بزرگ بر همه ایرانیان میهن پرست گرامی باد. برای آشنایی بیشتر با تاریخ ایران پیج تاریخ مدرن رو فالو کنید.